خوش آمدی. خوبی؟ خوبم خوش آمدی. رهبر دری. درود بر شما، درود بر ایرانیان، درود بر همه ملت ایران. خدا انشالله شما رو حفظ کنه. خدا انشالله که در دل شما آرامش و خوشنودی و شادی رو انشالله همیشه نازل کنه. در سایه شما انشالله فرزندتون رو با اولیاءش مخشود کنه. خدا انشالله که شما صبر بده عجب. آقایون حالتون خوب. خیلی ممنون. بله. برادرای شهید ماشاءالله. چند تا هستی؟ 2 تا داره. همین شما 2 نفر. یه خواهرم داریم که اونم تهرانه؟ ارومیه. خیلی خوب. شهید از شماها بزرگتر بوده؟ چیگه همه بود. خب شما حالتون خوبه خانم؟ خوبم. الان شما را دیدم خوشحال شدم. این خونه این کوچیک، کربه کوچیک پر شده. خدا انشالله حفظت. من خیلی خوشحال شدم آقا چه شما تشریف آوردین خونه ای من. الحمدلله. چند سال من مشتاق بودم که شما بیایید. به همه میگفتم بابا رهبر مال منم هست و یه من سلمون هست. این رهبر برای همه است. میخواستم ببینمش. خوب کردی. خب به همه میگفتم. این حاج آقا بهش گفتم این حرف منو. بله. ما از اینکه دیر شما رو زیارت کردیم، دیر آمدیم، از شما عذرخواهی. خواهش میکنم. کارم زیاده، گرفتاریم زیاده. خدا عمرت بده. میرم دل خانواده‌های شهدا. خب شهدا هم الحمدلله زیادن. حالا ایام کریسمسه، اگرچه شماها کریسمستون 10 روز دیگه شما آشوری هستیم ما. آشوری هرامنه 10 روز. هرامنه 10 روز. شما همین 25 دسامبر. پس امشب شب عید. بله شب عید. چه شبی آمدین رهبر خونه ای من کوچیکتم. من کوچیکتر از اونم که شما تشریف بیای خونه من. ذکر خیر بود گفتم به بچه ها 12-13 سال پیش تو خیام قفاری اومده بودی خونه شهید آشوری بود. چند رفتم بله. اون کتابتون هم داریم. اون کتاب چیه؟ یه کتابی هست کل شهدای اقلیت ها رو رفتیم. هست داریم. از دانشگاه به دخترم داده بودن، دانشگاه شهید بهشتی. عجب. خب از این کیک خونگیه نمیخواد. چرا؟ کیک بیداری؟ چی بیداره؟ خب. آجا این کیک خونگیه. دست دیگه از میخوریم. کیک خونگی شما رو انشالله با میخوریم انشالله. دستتون در سعادتی. سعادت از این بزرگتر دیگه. من الان میخوام یه کار باشه من برم کار کنم، خدمت کنم به مملکت خودم. اهل کارم. تو کلیسا میرم کار میرم. همین حرفا بزرگترین کاره. یکی از چیزهایی که انبیای الهی دنبالش بودن، چه حضرت مسیح، چه حضرت موسی، چه پیغمبر ما، تبیین بوده. تبیین، بیان. قرآن میگه هذا بیان للناس. بیانه. خیلی کیک خوشمزه ایه. شما نمیخورید؟ بفهمید. میوه باید بخورین، از این آجیلا باید بخورین. عید آمدین منزل شهید روبرت لازم. فقط ها جا خونم کوچیکه دیگه. چه کار کنم؟ دلتون بزرگ باشه. وقتی دل انسان بزرگ بود، وقتی انسان هدف داشت، با اون هدف همراه بود، همه جا براش بسته. هر کجا تو با منی من خوشدلم، هر بود در کنج چاهی منزلم. انشاءالله زندگیتون مبارک باشه.
شب خوبی بود. همچنین که شما برای ما که اصلا شب به یاد ماندنی تا آخر عمر انشاءالله که همیشه دلتون شاد باشه. خیلی زحمت. خدا انشاءالله این آقایون رو به شما ببخشه، اینا هم فرزندانشون رو خدا بهشون ببخشه. همه تون رو انشاءالله خدا من عاقبت به خیر کنه. گفتم فقط سلامتی رو اول، همین که شما تشریف آوردین اینجا برای ما یه دنیا ارزش داره، یک دنیا. الحمدلله.